این راحت ترین فینگر فودیه که میتونید درستش کنید و از خوشمزدگیش لذت ببرید. ابتدا پوست سوسیس هامون رو جدا میکنیم. من اینجا از نوع لواش استفاده کردم. شما میتونید از خمیر هزارلا هم استفاده بکنید. ابتدا یک لایه پنیر ورقه‌ای گودا و سپس سوسیس هامون رو میذاریم و به این صورت رول میکنیم. برای اینکه رول هامون باز نشه لبه های نون رو مرطوب میکنیم و همه رو به همین شکل رول میکنیم. سپس با یک چاقو اره‌ای خیلی تیز رول هامون رو به این شکل و یه اندازه برش میزنیم. و بعد اونها رو به سیخ چوبی میکشیم. ابتدا رول هامون رو توی تخم مرغ و سپس توی آرد سوخاری کاور میکنیم. تمام رول هامون رو به همین شکل انجام میدیم. سپس توی روغن داغ دو طرفش رو سرخ میکنیم. به همین راحتی فینگر فود هامون آماده میشه و در آخر با هر کسی که دوستش داشتید میتونید نوش جان کنید.